اذان و اقامه. نماز بدون اذان برپا نمی شود و اذان یعنی خبر دادن به داخل شدن وقت نماز با ذکر مخصوص، و اقامه به دنبال آن است و به معنای آگهی برپایی نماز با ذکر مخصوص. اذان و اقامه در مورد جماعت نمازهای فرضی پنجگانه در سفر و حضر فرض کفایی می باشد، زیرا که از شعائر ظاهری اسلام بوده که ترک آنها جواز ندارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که وقت نماز فرا رسد باید یکی از شما اذان بدهد، سپس سالمندتر شما امامت کند. همچنان که اذان و اقامه در مورد شخصی که به تنهایی نماز می‌خواند سنت میباشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند پروردگارت از چوپان گوسفندانی که در موقعیت قله کوهی قرار دارد برای نماز اذان میدهد و نماز میخواند شگفت زده میشود. الله عزوجل میفرماید به این بنده ام بنگرید، اذان میدهد و نماز میخواند، از من میترسد، این بنده ام را مغفرت نموده و در بهشت داخلش کردم. اذان در سال اول هجری مشروع گردید و سبب و علت آن نیاز به آن بود تا علامتی وضع شود که داخل شدن وقت نماز را برای همه نمایان سازد. مسلمانان در این مورد با هم مشورت نمودند. شب فرا رسید. عبدالله ابن زید در خواب مردی را دید که ناقوسی را برداشته برایش گفت آیا این ناقوس را می فروشی؟ مرد گفت آیا تو را به چیزی بهتر از آن راهنمایی نکنم؟ عبدالله گفت آری. پس همین اذان مشهور را برایش آموزش داد و سپس اقامت را نیز به وی آموزانید. عبدالله گفت وقتی صبح فرا رسید نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم و آنچه در خواب دیده بودم حکایت کردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند این رؤیای حق است، به خواست خداوند برخیز، همراه بلال آن را به وی القا کن، زیرا که صدای وی از صدای تو بهتر و قویتر است. از فضایل اذان در این حدیث شریف آمده است به اندازه دوری صدای مؤذن اگر جنی و یا انسی و یا چیز دیگری آن را میشنود بدون تردید در قیامت برایش شهادت میدهد. و همچنین در حدیث دیگری نیز آمده است اگر مردم از آنچه در اذان و صف اول نماز نهفته است آگاه شوند و راهی جز قرعه اندازی نیابند حتما به قرعه کشی دست میزنند. الله اکبر. و برای مؤذن شرط شده که مسلمان، مرد و عاقل باشد و برای اذان شرط شده که با ترتیب و پشت سر هم باشد، میان کلماتش فاصله زیادی نباشد و نیز پس از داخل شدن وقت نماز باشد. و سنت است که مؤذن رو به قبله باشد و نیز از جنابت و بیوضویی پاک باشد و در هنگام گفتن حی علی الصلاة به سوی راست و گفتن حی علی الفلاح به سوی چپ روی خود را بگرداند. مؤذن در هنگام اذان دو انگشت سبابه خود را در گوشهایش بگذارد و نیز سنت است تا اذان را با صدای خوب ادا کند و تأنی در آن به کار برد. و وصف اذان چنانچه در حدیثی که به روایت امام مسلم است به این صورت است: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. اما وصف اقامت همانطوری که در حدیث آمده است: الله اکبر الله اکبر
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. برای کسی که اذان میشنود سنت است تا مانند آنچه مؤذن میگوید او نیز بگوید، مگر در هنگامی که مؤذن حی علی الصلاة، حی علی الفلاح میگوید وی لا حول ولا قوة الا بالله بگوید. و نیز سنت است تا پس از اذان چنین بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. و نیز سنت است تا بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اذان درود بفرستد و پس از آن بگوید: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. در میان اذان و اقامت برای خودش دعا کند، زیرا که دعا در این وقت رد نمی شود به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم: دعا میان اذان و اقامت رد نمی شود. و علما در مورد اذان و اقامت به نکاتی اشاره کردند که مهمترین آنها این است که هنگام جمع بین دو نماز مانند ظهر و عصر به یک اذان اکتفا می شود و برای هر نماز اقامت جداگانه گفته می شود و هرگاه اقامت گفته شد پس از تأخیری نماز شروع گردید نیازی به اعاده اقامت برای بار دوم وجود ندارد. علما از اشتباه مؤذن در کلمات اذان هشدار دادند، مانند این که الله اکبر به صیغه استفهام بگوید و یا اینکه الله اکبر با افزایش الف بعد از با و یا اینکه الله و اکبر با افزایش واو بگوید. علما گفتند هنگامی که نماز برپا شد شروع به نماز نفلی جواز ندارد. هرگاه اقامت گفته شد و نماز نفلی را پیش از آن آغاز نموده بود، اگر اندکی از آن باقی مانده است میتواند آن را تکمیل کند و در غیر این حالت بدون سلام نماز نفلی را ترک کند و با امام به جماعت نماز فرضی بپیوندد. و اذان کودکی که به سن تمییز رسیده علما آن را جایز دانستند و برای نمازهایی که به سبب خواب و یا فراموشی قضا شده اذان و اقامت گفتن را نیز جایز می‌دانند، زیرا از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده هنگامی که صحابه کرام از نماز صبح تا طلوع خورشید به خواب رفتند به بلال امر کردند تا اذان بگوید. پس از آن وضو گرفتند و 2 رکعت سنت فجر را خواندند. پس از آن به بلال امر کردند تا اقامت گوید و نماز صبح را با یاران ادا کردند. از چیزهایی که باید در امور نماز آن را تذکر داد این است: کسی که در مسجد بود پس از اذان و قبل از اقامه بدون عذر از مسجد بیرون نرود، زیرا از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند هرگاه در مسجد بودید و اذان گفته شد از مسجد بیرون نشوید مگر اینکه نماز خوانده باشید. و برای مؤذن جواز دارد تا در شهادتین صدایش را پایین کرده سپس با صدای بلند آن را اعاده کند، زیرا که چنین چیزی در سنت ثابت شده است. لحن و خوش آوازی به گونه‌ای که باعث تغییر حروف، حرکات، سکنات و کم و زیادی در کلمات اذان شود شایسته نیست. بعد از اذان با صدای بلند درود و سلام به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرستادن لازم نبوده و نیز هنگام شنیدن قد قامت الصلاة اقامه الله و ادامها گفتن لازم نمی باشد، بلکه همان کلمات اقامت را تکرار کند. نماز فجر در شریعت وضعیت ویژه‌ای دارد. نمازی است که 2 اذان دارد، یکی پیش از وقت آن و دومی برای آگاهی به دخول وقت جهت حضور به نماز. برای مؤذن مشروع است تا در اولی بگوید الصلاة خیر من النوم 2 بار.
به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم هرگاه برای اول صبح اذان دادی بگو الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. برای نماز فرض وقتی است که قبل از آن و نیز بعد از آن صحیح نیست مگر با عذر. خداوند می‌فرماید نماز برای مؤمنان وقتی است مشخص. نساء آیه 103. یعنی فرض شده در اوقات معین. وقت فجر از طلوع صبح صادق، سفیدی که در افق سمت شرق دیده می شود آغاز و تا طلوع خورشید می باشد. وقت ظهر از زوال خورشید تا هنگامی که سایه هر چیز به اندازه یک برابر آن به جز از سایه زوال امتداد یابد، و وقت عصر از پایان وقت ظهر آغاز می شود و تا اینکه سایه هر چیز دو برابر شود به جز از سایه زوال خورشید. وقت مغرب از غروب خورشید آغاز و تا ناپدید شدن شفق سرخ، روشنی سرخی است که هنگام غروب در افق آسمان پدید می آید ادامه دارد و بالاخره وقت عشا از پایان وقت مغرب آغاز می شود تا نیمه شب ادامه دارد. زیرا آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند و وقت نماز عشا یا خفتن تا نیمه وسط شب می باشد.